شناخته شده بود. انسان صریح، جسور، بدون به قول معروف هر گونه مسامحه کاری، چه در دوران جاهلیت چه در دوران قبل از اسلام، بعد از اسلام. و در دوران جاهلیت خب ایشون سخت‌ترین برخوردها رو با مسلمانان داشت و خیلی سخت بر اونها میگرفت، در جلسات شرکت میکرد تا اینکه بتونه هر طور میتونه جلوی دعوت اسلامی رو بگیره. خب احساس میکرد مشکل قوم قبیله‌ای به هم خورده، طوایف به هم خوردن، پدر پسر مقابل هم قرار گرفته، قریش تضعیف شده، احساسی که برش دست داده بود بالاخره در اون حلقات جاهلیت و اون قریش وجود داشت. تا اینکه یه روز با خودش تصمیم گرفت بابا اینا هی دارن جلسه تشکیل میدن، هی فلان، اینجوری نمیشه. مرگ یه بار، زندگی یه بار. شمشیرش کشید، گفت من میرم معاذالله رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو میکشم، محمد رو میکشم، تمام میشه دیگه. این قائله میخوابه. در حالی که ایشون سخت عصبانی بود و بالاخره آماده شده بود برای این کار، شمشیر کشید و به سمت خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم حرکت کرد که بره بالاخره رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو پیدا بکنه، ببینه کجان، تا پیامبر رو به اصطلاح خودش بکشه. چرا که فکر میکرد بین قریش جدایی انداخته و این طایفهشون و ضعفشون و قریش اینا نابودی شدن، عظمتشون از هم پاشیده، نگرانی اومده و خب خیلی براش سخت بود. خب از اینکه دیگران بخوان این کارو بکنن، من این کارو میکنم، از اینکه بیشتر نیست و ماجرا تمام میشه. در حالی که خودش آماده کرده بود و در مسیر بالاخره همون کوچه و خیابان‌ها حرکت میکرد، اینجا نعیم ابن عبدالله چشمش به عمر افتاد. خب اینها مسائل قرابت خانوادگی اینا هم به نوعی داشتن، ارتباط‌های حمایتی. چشمش افتاد، دید به عمر عصبانی، کاملا برافروخته، شمشیر از نیام کشیده، داره حرکت میکنه برای اینکه بره کاری انجام بده. فهمید که این عمر بی جهت این کار نمیکنه. در گفت کجا داری میری؟ حالا نعیم ابن عبدالله مسلمان شده، اسلام خودش رو هم کتمان داره. بعد عمر خیلی عجیبه، گفت کجا میخوای بری عمر گفتش که خب خبر نداشت که نوعی مسلمان شده. گفت میخوام برم محمد رو، این کافر از دین خارج شده رو بکشم، این صابی رو، این که از دین پدر مادراش بیرون اومده، من این رو بکشم. خب این سخنی بود که واقعا قابل تحمل بود. نعیم ابن عبدالله صحنه رو دید و خیلی عجیب و غریب بود. خشم عمر، عصبانیت عمر، اون حالت و اون قدرتی که داشت، اون ابهت و عظمتی که داشت و میدونست عمر شوخی هم نداره تو این مورد. شاید در اون لحظه هر کسی دیگری می بود خودشو میباخت، میترسید، دچار وحشت میشد. اما وقتی که ایمان در درون انسان وجود داره، ممکنه جسمت ضعیف باشه، ممکنه ناتوانتر باشی، ممکنه موقعیت اجتماعی پایینتر باشه، ممکنه توان مقابله نداشته باشی، اما وقتی که ایمان داری تو همه چی داری. حالا نعیم ابن عبدالله یک انسان مؤمن به الله رب العالمین هست، یقین داره، تابع پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست، یک انسان دیگه عادی نیست در واقع، که اون فردی که فکر کنید که در گذشته بوده. اینجا دیگه این فکرش، خردش و اندیشش کار میکنه که بتونه هر کار کنه جلوی این عمر رو بگیره. و گفتش خب کجا داری میخوای بری؟ بذار من خودم قربانی بشم. با خودش اینجا فکر کرد ولی نذارم عمر بره. گفت تو فکر کردی تو اگر رفتی تو محمد رو بکشی، قوم قبیله محمد تو رو زنده نخواهند گذاشت و فلان اینا؟ خب در اون لحظه این بلافاصله، یعنی خیلی انسان ذکاوت میخواد تو موقع بتونه در چنین لحظه بحرانی تصمیم بگیره. عمر بلافاصله گفت نکنه تو هم به دین محمد اومدی و فلان. گفت من به خاطر خودت میگم، تو اگر این کار رو کردی، این قبایل طایف‌های تحت حمایت محمد صلی الله علیه و سلم که حمایتش میکنن، اینا تو رو حمله خواهند کرد و تو رو خواهند کشت و تو بالاخره نتیجه‌ای نخواهی گرفت و چه فایده‌ای داره این کار رو میکنی؟ بعدشون گفت نه من باید این کارو بکنم، من از مرگ نمیترسم، الان وقتی که باید این کارو کرد. گفت خب اگه تو خیلی غیرت داری برو فکر خانواده‌ات باش. عمر گفت یعنی چی؟ و ای اهل بیتی، گفت یعنی برو خانواده من. گفت بله خانواده تو، خانواده خودت مسلمان شدن، خواهرت مسلمان شده، دامادت مسلمان شده، پسرعموت مسلمان شده فلان، تو چرا اینجوری وایسادی؟ تو اگر راست میگی میخوای جلوی فتنه رو بگیری، اول برو از قبل طایفه خودت جلوی این فتنه رو بگیر. و اینها الان پیرو محمد صلی الله علیه و سلم شده، تا از خانواده خودت هم در امان نیستی. اول برو آتیش تو خانواده خودت خاموش بکن، بعد برو سراغ محمد. خب از این برم نعیم ابن عبدالله گفت من میتونم خبر رو ببرم که اونها آمادگی داشته باشن، خدای نکرده رسول خدا صلی الله علیه و سلم غافلگیر نشه. عمر که این حرف رو شنید دیگه یه دفعه همه چی به هم ریخت. تمام اون حالاتش،
چرا که بالاخره یک فرد عرب قبیلگی و دارای اون ریشه های خانوادگی، این خیلی براش سنگین بود. این که داره دفاع میکنه از قریش و دفاع میکنه از قبیله و طایفه خودش در برابر آیین جدیدی که اومده، در برابر محمد و یاران محمد، حالا دامادش، حالا خواهرش فاطمه، اینا چی شدن؟ مسلمان شدن. اینجا بود که دیگه عمر یه دفعه عصبانی شد و دیگه به سمت خانواده خودش حرکت کرد. گفت پس اول برم من این فتنه رو تو خانواده خودم بخوابونم. که دیگه داستان رو میدونید که دیگه واقعا چه شد که عمر رفت و بالاخره آیات قرآن رو شنید و بالاخره تو خانواده با دامادش درگیر شد و تو درگیری خواهر خودش وقتی به کمکش شوهرش اومد، حضرت عمر با اون کمانی که داشت یا همون قبضه نیزه شمشیر زد، خونی شد صورتش. دیگه در اینجا خواهر دیگه مقابل عمر ایستاد، اونم خواهر عمره آدم عادی نیست دیگه، با قدرت جلوی عمر ایستاد، بله من مسلمان شدم و فلان. و عمر دیگه بالاخره اینجا نرم میشه، اینجا عمر نرم میشه و دیگه زمینه اسلام فراهم میشه که از اون ور خباب میاد بیرون، از اون ور آیات قرآن رو عمر میشنوه و داستان همون میشه که دیگه شما شنیدید که دیگه چگونه عمر مسلمان شده، به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم رفت و اسلام خودش رو اعلام کرد. و داستان و ببینید یک خیر، یک فرد چگونه سبب یک خیری شد که یک شخصیت مثل عمر سبب شد که مسلمان بشه. حالا چند روز قبلش هم حمزه مسلمان شده بود و ببینید دیگه مسلمانان در مکه در اون شرایط ضعف به چه شرایط قدرتی تبدیل میشن. و این همون نکته‌ایه که میشه ما بهش توجه بکنیم و در تاریخ به اون توجه کردن. اشاره شده در تاریخ، خیلی جالبه، میگن که ابن سعد نقل میکنه، میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم اسامه ابن زید رو خیلی دوست داشت. اسامه ابن زید رو دوست داشت و وقتی که خب اون به سن بلوغ رسید براش یک همسری رو چیکار کرد؟ به همسری براش انتخاب کرد که میگن اون زینب بنت حنظله بنت ابن قسامه بود. اما اسامه این وسط چیکار شد؟ این رو طلاق داد. اسامه این دختر رو طلاق داد. خب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نمیخواست که اون دختر هم ضایع بشه. یعنی نکته خیلی مهمیه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یه مقطعی برای اسامه پسر زید که خب بهش محبت داشت و این هم بالاخره به سنی رسیده بود که باید ازدواج میکرد، دختری رو عقد کرد، ازدواج کردن، ولی خب شرایط نساخت و طلاقش داد. اینجا رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو کرد که چه کسی میخواد این دختر که حالا مثلا طلاق داده شده به همسری بگیره و خب میدونست که میخواد پیامبر صلی الله علیه و آله میخواد دل اون دختر رو به دست بیاره و هر ببین چه کی پا به میدان میذاره که میگم این بالاخره خانواده جدا شدن، طلاق ایجاد شده، دلی شکسته و از اون ورم پیامبر خب قصد خیر داشته. ما این محیط‌های انسانی، حالات انسانی رو باید در نظر گرفت. میگه که رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت که این کارو میکنه، نگاهش به نعیم ابن عبدالله بود، گفت یا رسول الله نکنه منظورتون منم؟ پیامبر گفت بله منظور اینه، منظورم توئه. که میگه ایشون نعیم ابن عبدالله باهاش ازدواج کرد که بعدها خداوند از همون خانوم بهش ابراهیم ابن نعیم رو داد که در روز جنگ حره این پسر هم به شهادت رسید. و در واقع ابراهیم ابن نعیم ابن عبدالله یکی از قهرمانان و فرماندهان روز حره، جنگ حره هست که به شهادت رسید که در سال 63 هجری. در این جریان حره هم داستان همون جریان یزید هست و بالاخره شهادت امام حسین و بعد هم جنگ هایی که در مدینه رخ داد و کشتار گسترده‌ای که در مدینه رخ داد و این اتفاقی بود که رخ داد. در صورت ابراهیم، میگن خود همین ابراهیم که باز پسر نعیم ابن عبدالله هست، با رقیه دختر حضرت عمر ازدواج کرده بوده که این رقیه دختر، باز ببینید خیلی جالبه، ابراهیم ابن نعیم ابن عبدالله، ابراهیم که الان گفتیم در جنگ حره به شهادت رسیده، با رقیه دختر عمر ازدواج میکنه. کدوم دختر عمر؟ اون از ام کلثوم دختر حضرت علی، دختر حضرت فاطمه که زن حضرت عمر هست، فرزندی داره، دختری داره به نام رقیه. این با اون ازدواج کرده بود که در هر صورت که میگن اینشون در جریان حره هم به شهادت رسید. خواستم بدونید که نسبت‌ها، وصلت‌های فامیلی چگونه بوده و این ارتباطات به چه صورت هست. در تاریخ خب این موارد نقل میشه و هر کدوم در جای خودش. من بخوام حالا جزئیات رو بگم اینجا زمان ما اجازه نمیده. در هر صورت عبدالله ابن نعیم هم به شهادت میرسه، اما خود نعیم ابن عبدالله گفتیم در زمان حدیبیه هجرت کرد، پیامبر از ایشون استقبال کرد و بالاخره ایشون رو تحت حمایت خودش قرار داد و اشاره شده که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایتی اینجا نقل میکنه از عبدالله ابن عمر که از نعیم ابن نوحان میگه پیامبر انما اذن النبی صلی الله علیه و سلم لیلة فیها برد، شب سرمای اون مؤذن اذان داد
و ایشون میگه من بالاخره تو لاحافت خودم، تو دوشک خودم خوابیده بودم و دوست نداشتم که بالاخره تو خونه باشم، یعنی نمیخواستم تو این هوای سرد بیام بیرون. بعد که بالاخره با خودم میگفتم خداوند منو معاف کنه، مثلا به طریق خیلی نماز جماعت برای اینها در اون زمان خب مهم بوده وقتی شرایط پیش می اومده. و این موردیه که ایشون نقل میکنه دوباره، حال همین روایت امام احمد داره که میگه که خودم میگفتم که ای کاش که مثلا میشد که من همینجا دیگه بالاخره بودم، الان برای جماعت نمیدم تو این حال خودم یا تو این بستر خودم بودم، که این دفعه اونجا مؤذن گفت حی علی الفلاح. بعد اونجا میگه اعلام شد که مؤذن اعلام کرد خب صلوا فی رحالکم، حالا در همون شرایطی که هستید بالاخره نماز بخونید، که پیامبر صلی الله علیه و آله به مؤذن گفته بود و این اشاره داده بود. نشون میده که نیا کنین صحابه چگونه بودن، این حالات زندگی واقعیشون هر کدوم در جای خودش ارزشمند هست. در هر صورت نعیم ابن عبدالله در جریان خلافت ابوبکر رضی الله عنه برای جنگ با رومی ها میره و در اونجا به عنوان یک مجاهد در این جنگ هست و در اون جنگ یرموک ایشون به شهادت میرسه. بعضیا گفتن در روز اجناده، این بعضی گفتن در روز یرموک. در هر صورت ایشون شهید شده در سال 15 هجری و اینجاست که زندگی نعیم ابن عبدالله به پایان میرسه و زندگی بر اساس خوشبختی و سعادت طی میکنه و مرگی هم بالاخره افتخار آفرین نصیب این یار رسول خدا صلی الله علیه و سلم میشه. خب تا جلسه دیگه و روز دیگه و داستان دیگه در پناه خدای مهربان باشید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.